خود پریشیچ ارسالش به پشت محمد جریمه، توماس مولر، لواندوفسکی پشت به دروازه مولر دروازه رو باز میکنه. همکاری روبرت لواندوفسکی و توماس مولر به واسه جوردی آلبا در سمت چپ موقعیت برای بازیکن بارسلونا، یه فرصت دروازه باز میشه. گل به خودی مدافع بایرن داوید آلابا که حساب کاری 1-1 مساوی قرار میگیره. داوید آلابا پاس رو میده، یه فرصت داره بازیکن بارسلونا که گل دوم رو هم بزنه. لوئیس سوارز در شخصی بازیکنان بایرن، سرژ گنبری پاسش برای پریشیچ، فرصت داره بایرن زده میشه. چه گلی میزنه ایوان پریشیچ. تییاگو پاس گورتسکا، فرصت برای بازیکنان بایرن، ضربه زده میشه. این گل سوم مهار ناپذیر این بایرن مونیخ. بازیکن بایرن دوباره توپو در اختیار گرفتن. یوشوا کیمیش ارسال به روی دروازه، گل چهارم رو توماس مولر میزنه. 4-1 برای بایرن. جوردی آلبا، لوئیس سوارز موقعیت داره، سوارز ضربه رو میزنه، حساب کارالا 4-2 میشه. این گل میتونه گل روحیه بخش باشه. به محمد جریمه فرصت داره بازیکنان بایرن و این گل بعد به نام الفونسو دیویس ثبت بشه. فوق العاده و معرکه عمل کرد بازیکن تینیو. موقعیت داره، توپو میفرسته، این ضربه بالاخره لواندوفسکی هم گل میزنه و سازنده گل کسی نیست جز فیلیپ کوتینیو. این مولر فرصت هست برای بازیکنان بایرن و کوتینیو که ضربه رو میزنه. باور نکردنی 7-2. فرصت دوباره برای بازیکنان بایرن دست بردار نیستن و گل هشتم فیلیپ کوتینیو به زمین اومد و دوبار دروازه بارسلونا رو اگر وقت